سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید. یک ویدیو از آشپزی بسیار ساده و همچنان بسیار خوشمزه با امکانات بسیار کم و در اتاق محصلین همراه شما شریک می‌سازم. امیدوارم که خوشتان بیاد. تا آخر برنامه را دیده لایک و سابسکرایب کنین. این قسمت دوستای عزیز ما بانجان رومی داریم، پیاز و سیر است و یه عدس و همچنان یه بانجان رومی، پیاز و یم روغن است که داخل دیگ بخار، البته دیگ وطنی است و پیاز هم در قسمت اول و بالای روغن اضافه میکنیم. پیاز رنده کردیم به یه اندازه توتش کردیم و این را داخل دیگ انداختیم، زیرش گاز روشن میکنیم تا خب رنگ طلایی را به خود بگیره. بعد از رنگ طلایی گرفت اینی بانجان رومی را هم ما و بالای از اضافه میکنیم. بانجان رومی رو که اضافه کردیم، بعدش اینی سیر است، مرج است، این را اضافه میکنیم. دیگه این مساله دیگ است، مساله دیگ همراه نمک را هم اضافه کردیم. میمونی خب لیک شد به اینی صورت. ما این را خب لابدار که شد، بعدش عدس روش اضافه میکنیم. یه عدس است قبل از قبل ما خیس کردیم و این را هم بالای از او اضافه کردیم. دیگ محکم شد. بعد از نیم ساعت این دیگ ما آماده شده دوستای عزیز. ببینید چقدر خوش رنگ است، جایتان خالی، خیلی خوشمزه هم است و امیدوارم که دوستای عزیزی که همراه ما هستن از این آشپزی خوشمزه لذت ببره.